هخامنشی نه؟ بله بله هخامنشی. هخامنشی این بالا بود. این طرف بزرگ هم کمیلا لولا دیدم خیابون قدی لولا بزرگ میای جو اشتنی آنا برو مدی اینا آبشاری کتیبه. داریم میریم کتیبه های باستانی هخامنشی رو ببینیم که داستان خیلی جالبی داره، چون محل گذر افراد مختلفی بوده. کتیبه ها به 3 زبان همون موقع نوشته شده. حالا میریم کتیبه های باستانی با هم ببینیم. حرکت میکنیم میریم. این طرف بزرگ هم کمیلا لولا دیدم خیابون قدی لولا بزرگ میای جو اشتنی آنا برو مدی همه آبشاره انا هست اینجا بوده. این آبشاره نردرین هم که ها بینیم نردرین هم که ها اینجا آبشاره ولی جه سالای قدیم انسانیت زندگی میکرد، کار و فعالیت میکرد. من آبشاره که میریم آبشاره میریم اینجا میریم اینجا در خارجی ها خارجی میریم هر طرف آدم ما میرویم. دیده بله خیلی عبود کردگم شروع کردگم. ما از این سمت آمدیم این سمت نگذاره میریم اینجا مشمار نشون بتون اینجا چی خیلی هم اینجا بریم مشماری هر چیزی داره نشون بتون اینجا اینا هم آدم ها آمدن اینجا بینه اینجا خیلی اینجا آدم ها نگاه چیلی این داره ایسته اینجا اینا چیلی این داره ایسته چیلی این داره ایسته اینجا خیلی ورزاب رنگ داره ورزاب رنگ داره ورزاب اینجا بیا بینیم اینجا نرم آبشاره اینه خیلی شکر بگن اوبا دیده برای نزدی آبشاره اینجا کمان قدم میزنی جایی من نکشته برم تو همزه شما تماشا کنی حلاوت ببرین. من هم تماشا میکنم شما نه برادرها بینگرین آبانی اینجا سمتینگ بود هوای تازه علی جان دیده این عصبات آرام میشونی این از آبشاران میاییم با این راست کجا بریم علی جان؟ بریم سمت کتیبه هخامنشی ها که اینجا شاهراه بوده در گذشته. افراد مهم و مسیر خیلی مهمی بوده کلا اینجا زمان هخامنشیان و حتی به بعدش. به خاطر همین کتیبه ها اونجا مثل تابلو نصب شده. 2 کتیبه در زمان 2 پادشاه هخامنشی که 3 خط هر کدوم، هر خطی هم به زبان‌های مختلفه. الان توضیح میدم از نظر بهتون میدم. این ما این طرف میریم شکر میکنیم که کتیبه ایسان این یک نمیجا طرف میریم بالا سرسرم
باشه کتیبه. در تنی سنگ نوشتجات دیده؟ بچه ها دیده؟ در تنی سنگ یکی چقدر سخته. رنگی مرمره نوشتجات داره دیده است؟ این برادر ها این رینی قطعی ها نمیدونم. دیده بچه ها؟ این نوشتجات داره که دیدی نوشتجات رو علی؟ یک دو سه چهار. خب بخوایم این رو بخونم؟ آها بخون. ببین نکن دو تا کتیبه اینجاست. خب یکی کتیبه خشایارشاهه، یکی کتیبه داریوشه و بندهایی که نوشته شده. خب اونجا به خط میخی من برات میخونم. ترجمه کتیبه داریوش. خدا بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری، یک فرمان رو از بسیاری. من داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین های دارنده همه گونه مردم، شاه در این سرزمین، بزرگ و دور و دراز، پسر یشاس هخامنشی. این مال داریوش. کتیبه خشایارشاه شبیه به همین، ولی خب براتون میخونم. خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است. آقا اینا همشون هر دوتا از خدا اولش یاد کرد. بله. شما خیلی از مثلا پادشاهان مصر رو میبینید خودشون رو خدا میدونستن. این چیزی که مشترکه همشون اول از خدا به بزرگی یاد کردن، بعد خودشون رو به عنوان پادشاه معرفی میکنن. که بزرگترین خدایان است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که خشایارشاه را شاه کرد یک شاه از بسیاری، یک فرمان روا و از بسیاری. من خشایارشاه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین های دارنده همه گونه مردم. داره میگه که من همه، یعنی همه اقوام زیر مجموعه اون موقع هخامنشیان بودم. اینجا داره میگه همه گونه های مردم، شاه در این سرزمین بزرگ و دور و دراز، پسر داریوش هخامنشی. در این همجا نمیشه اینجا به 3 زبون نوشته شده. شما 3 تا سطر میبینید که به 3 زبون اینجا نوشته شده. بله تشکر برادر. خیلی برادرها دیدیم ها جاهای هخامنشی نه؟ بله هخامنشی. کلامی دوره ها در اینجا انسانیت زندگی میکرد. این یک جای دیدن کردیم. این برادرها این همش نوشتجات انسانیت. بازم سربراهان خانواده باشین. گفتم که برنامه‌مون دراز نمیکنیم، کوتاه هر جای میریم مختصر معنیش میفهمیم، ما به دیگه جا حرکت میکنیم. توکل به خدا. اینجا سفرمون درازه. انشالله که بعد سر قبل انبالی سینا بریم، بعد طرف شیراز و بعد اصفهان و بعد دلم میخواست به اصفهان برگردم، دلم نیست فی جهان برگردم. حرکت میکنیم.